یکی هنوز ایستاده و سالیانه میلیون ها بازدید کننده داره، ولی اون یکی فقط خاطره ای از شکوه دوران باستان. قسمت 4، 2 سازه با 2 تا سرنوشت متفاوت. کولوسئوم روم یه آمفی‌تئاتر که سال 72 میلادی در زمان سلطنت امپراتور ویسپاسیان شروع به ساختنش کرده و 8 سال بعد افتتاح شد. این بنا حدوداً 24000 متر مربع زیربناشه و حدود 48 متر هم ارتفاع داره و ظرفیتش هم 50 تا 80000 نفر تخمین زدن و صدها ورودی و خروجی داشته که جمعیت عظیمی که درش جای گرفته بودن رو در چند دقیقه وارد یا خارج کنه. شگفتی این بنا اینه که برخلاف آمفی‌تئاترهای دیگه اون زمان کاملا مستقل بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه روی تپه بود، نه تکیه‌گاه طبیعی داشت و کاملا ساخته دست انسان بود و هنوز هم که هنوز بعد از حدود 2000 سال بزرگترین آمفی‌تئاتر جهانه. فانوس اسکندریه حدود 280 سال قبل از میلاد ساخته شد و 100 تا 130 متر ارتفاع داشته. روزها با یه آینه برنزی گول‌پیکر نور خورشید رو منعکس می‌کرده و شبها هم با آتش و آینه میتونست مثل یه ستاره مصنوعی بدرخشه و راه رو برای دریانوردها مشخص کنه. گفته شده نورش تا 47 کیلومتری هم دیده می‌شده، اما تو قرون وسطا زلزله نابودش میکنه و الان فقط بقایایی ازش زیر آب‌های اسکندریه باقی مونده. شگفتی این بنا تو این بود که تو زمان خودش اولین سازه‌ای بود که میتونست هم تو روز و هم تو شب راه رو برای کشتی مشخص کنه و همینطور نماد قدرت دریایی مصر بود. اگه این قسمت برات جالب بود، برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کن.